کمیته دفاع از ژورنالیستان یک سازمان بین المللی حامی آزادی مطبوعات روز 13 دکامبر سال 2022 با نشر یک اظهارات از مقامات تاجیکستان خواسته است که ژورنالیستان زندانی خوشروز جمعی و الفت خانم محمدشایوا را بلافاصله آزاد کرده از تجربه زندانی کردن ژورنالیستان دست بکشند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 دکامبر خوشروز جمعی ژورنالیست و بلاگر زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان را با جرم عضویت در سازمان جنایی به 8 سال زندان محکوم کرده است. الفت خانم محمدشایوا باشد بنا به اطلاع منبع کمیته دفاع از ژورنالیستان به 20 سال زندان محکوم شده است، نه به 21 سال، ولی کمیته معین کردن نتوانسته است که محمدشایوا را با چه جرمی چنین حکم سنگین دادند. قبلا بعضی دیو بر اساس 8 بند قانون از جمله رهبری سازمان جنایی و دعوت‌ها به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی پرونده کشیده بودند. گلنازه سعید، هماهنگساز برنامه‌های کمیته دفاع از ژورنالیستان برای اروپا و آسیای مرکزی گفت قرار تکان دهنده مقامات تاجیکستان در مورد حکم زندان ژورنالیستان خوشروز جمعیف و الفت خانم محمدشایوا از جمله 20 سال حکم محمدشایوا که در سن 65 قرار دارد و باید اکنون باقی عمرش را پشت پنجره گذراند دهشتناک بود. حکومت تاجیکستان کاملا یگان دلیل قاطع برای این حکم را ارائه کردن نتوانست و مور مخفی زدن پرونده های ژورنالیستان یگان اساس نداشت. محمدشایوا و جمعیف باید بلافاصله آزاد کرده شده به آنها امکان فعالیت آزاد داده شود. محمدشایوا و جمعیف ماه سال 2022 در پی آغاز سرکوب اعتراضات در ولایت مختار کوهستان بدخشان که اکثر اهالیش از لحاظ اتنیکی از باقی اهالی تاجیکستان فرق میکنند دستگیر شدند و مقامات بلافاصله روی پرونده آنها را مور مخفی زدند. مقامات ادوکات‌های آنها را مجبور کردند که در مورد فاش نکردن جزئیات پرونده ها زبان خدیان. مرافع آنها نیز پشت درهای بسته در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی گذشت و به این دلیل به گفته ژورنالیستان تاجیکی که با کمیته دفاع از ژورنالیستان به شرط فاش نشدن نامشان صحبت کردند، نه رسانه‌ها و نه نزدیکان محکوم شدگان درباره این مرافعه ها یگان معلومات به دست آوردن نتوانستند. محمدشایوا و جمعیف در چند طرح فرهنگی و رسانه‌ای مربوط به اقلیت پامیری همراه کار کردند. در جریان سرکوب اعتراضات در بدخشان 10 نفر کشته شده، 10 تن از فعالان جامعه شهروندی این ولایت تحت تعقیب قرار گرفتند. بسیاریش به سالهای طولانی زندان محکوم شدند.